مقصر ماهایی خراب کردیم، فساد بود، دزدی بود، کسی به روی خودش نمیخواست بیاد، حبس بود، اگر حرفی میزدی این هم بود. آتیه ایران رو به قول فرنگی ها روزی میبینم، آتیه ایران بسیار عالی میبینم. گذشته ها گذشت. این مردم 83 میلیونی که 60 میلیونش با سوادن، نمیدونم زمان ها چند درصدش بود با 35 میلیون، اینها امروز تمام مملکت زحماتش رو دوششون و میکشن. 80 میلیون جمعیت رو آب دادن، برق دادن، راه دادن کار آسونی نیست. کردن، من که تقدیم کردم سرم که میخوام بزنم یا دارم میکنم، من یه پام تو گور از کسی هم انسان ندارم، ولی چیزی که میخوام اون آبی که اون روز به چیزم گفتم سر عمل ریخت زمین، این دیگه نمیشه برگرد، گذشت. خودتون گور نزنید، از خارجی پول نگیرید. به شما نمیگم، تو پابلیک عرض میکنم که داره یا گوش میکنه یا فرد. ایرانی ها کسانی که هر دوشون پول بگیرن برای من چرا هم کنه؟ دزده میخواد از این پنجره بیاد نظر اومد. اونی که از عرب پول میگیره، اونی که از اسرائیل میگیره، اونی که از اسرائیل میگیره، هر کدوم که استیان دارن، اینا هیچ کدوم برای آینده ایران به درد نمیخورن.